به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. بیایید از گنج نبوی حدیث دیگری شنویم از سخنان امام نصیحتگران، پیشوای همه استادان و حکیمان، فرستاده برحق سید مرسلان و امام پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. فرستاده خدا در حدیثی که آن را امام مسلم از روایات ابو هریره روایت کرده است فرمودند: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعف إلا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله. یعنی اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم سه جمله گوهربار و پرحکمت پرمضمون را به سمع ما رسانیدند. جمله اول: ما نقصت صدقة من مال، در فضیلت صدقه کردن، در فضیلت انفاق مال است که هیچ نوع صدقه، هیچ نوع مال را کم نمی سازد. برخلاف آن گمانی که بعضا انسان گمان می کند که وقتا صدقه کند قسمتی از مالش شاید کم می گردد. اما این حدیث می گوید نه، ای شخصی که می خواهی مالت را صدقه کنی، انفاق کنی، به محتاجان خرج نمایی، مطمئن باش از صدقه کردن مال تو هرگز کم نمی گردد. بدین معناست که آن مقدار مال را که توانگر از مالش جدا نموده برای محتاجان می برارد خرج می کند، چه آن صدقه فرض است چه نفل، در حقیقت مال آن توانگر نیست، اصلا مال همان محتاج است، حق محتاج است که برآورده. بدین خاطر نمی توان گفت مال او کم شده. مال حقیقی توانگر همان مقدار است که بعدی برآوردن مقدار و صدقه کردن در دستش باقی مانده. مال حقیقی و مال اساسی او همان مقدار است که دستش مانده. پس این مقداری که خرج شده مال حقیقی او نبوده، بدین خاطر مالش کم نشده. معنای دیگری جمله این است که آن مقدار مال را که خرج کننده به محتاج می دهد، خداوند در عوض دوباره آن مقدار را، بیشتر از آن مقدار را برای شخص خرج کننده، برای آن توانگر می دهد. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، گفته خداوند در قرآن. یعنی هر آنچه که نفقه میکنید خداوند در عوضش به شما آن را میدهد، به شکل برکت، به شکل خود مال نقد، به شکل موفق شدن برای یافتن در هر کار و بار دیگری، به شکل‌های گوناگون خداوند آن مال را و بیشتر از آن را برای شخص دهنده باز پس میگرداند. بدین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هیچ صدقه، هیچ نوع مال را کم نمی سازد، بلکه بیشتر می سازد، بلکه مال را با برکت می گرداند و از مال و ثروت توانگر آفت و بلاها را برطرف می سازد، دور می سازد. جمله دوم حدیث دوستان عزیز چنین است: و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. قاعده دیگری از قاعده های بزرگ و مهم اخلاقی در مناسبت با مردم. خداوند زیاد نمی کند به بنده به سبب عفو و بخششش مگر عزتمندی او را، مگر آبرومندی او را. یعنی هر کسی اگر از دیگران گذشت می کند، مردم را عفو می کند، بخشش می کند، برخلاف آن گمان هایی که بعضا در ذهنی مردم چرخ می زند که انسان گذشت کند یعنی ارزشش، قدر و قیمتش شاید کم شود چون که انتقام نگرفته، شاید مردم گمان کنند که ضعیف بیچاره است، نمی تواند. این گمان ها در ذهن ها چرخ می زند، بنابراین کوشش میکند که انتقام گیرد، خودش را نشان دهد تا عزتمند شود، آبرومند شود. نه، در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به عفو و بخشش، به گذشت کردن ترغیب میکند و میگوید برعکس گذشت کردن آبرو و عزت انسان را بلند میسازد و این در تجربه روزگار نیز ثابت است. هر کسی حلیم است، بردبار است، از مردمان گذشت میکند، محترم است، عزتمندتر است. جمله سوم حدیث جمله گوهربار دیگر است، توصیه بزرگ دیگر است، قاعده بزرگ از قاعده های اخلاق است. و ما تواضع احد لله الا رفعه الله. و هیچ کسی به خاطر خدا تواضع و فروتنی نکرده است مگر که خداوند مقام او را بلند گردانیده است. یعنی هر کس که به خاطر خدا فروتنی کند، خاکسار باشد، متواضع شود، اینجا مقصد مهم است البته، نه پیش کسی به مقصد دنیوی، بلکه به خاطر خدا شکست حالی کند، فروتنی کند، خداوند مقام و منزله او را در چشم مردم و در نزد خود بالا می بردارد. خداوند فروتنان را دوست می دارد
و مقام آنان را در آخرت بلند گردانیده است.